وقتی راجع به هنر امروز صحبت میکنیم، جدای از این که هر نامی میخواید شما براش بگذارید، چه پست مدرن، چه مدرن، چه سنت، یقینا اولین مواجهه‌ای که ما با آثار به اصطلاح امروز داریم آثاریه که در سطح ریختار بیرونی متوجه میشیم که متریال و موادی که استفاده میشه مثلا در مجسمه سازی یا در پیکر تراشی اصلا کاملا متفاوت شده. حتی اینقدر متفاوت شده که شما تو این گالری بغلی که من داشتم میدیدم، گالری ممیز، یه نوشته بود که اونجا جای مجسمه‌ای که نیست، یعنی هیچی نبود، فقط توضیح میداد که اینجا قرار بوده مجسمه یه زن باشه و اینقدر پنهان شده که دیگه نیست. الان آمدم این سم حقیقتا دنبال یه اثر خاصی بودم، اثری از استاد حسنی، صمد حسنی از گیلان، که دقیقا اون مؤلفه هایی که ما داریم راجبش صحبت میکنیم هست. یعنی متریال و موادی که در این استفاده شده کاملا متفاوت، قاب چهره های متفاوت در تخت خواب فنری که اصلا روکش نداره، فقط فنراش مانده، و این بستایی که شما میخوای بری طرف این اثر هنری خود به خود برخورد میکنی، در مواجهه با این بستای پلاستیکی قرار میگیری که همه زندگی ما رو به نوعی گرفتن. و البته این اتفاقی نیست. اکثر آثار این گالری های بهار، پاییز، زمستان، تابستان نگاه کنید، یا ممیز یا میرمیران در خانه هنرمندان که تا یک شنبه هست، تقریبا مفهومی این گونه داره. مثلا بخشی از این پیکر تراشی رو ببینید یا مجسمه سازی رو ببینید، یک سلسله شبیه داره، بعد فیلمی که داره پخش میشه همین ها در داخل فیلمه. یعنی شما متوجه نیستی الان ماییم که در اون فیلمیم یا فیلم داره به اصطلاح پخش میشه، ما برای اونا داریم پخش میشیم یا اونها برای ما. فقط این وسط پنبه هاش نیست، اون رشته هاش نیست، وگرنه همون داره اینجا اتفاق میافته. پیروز باشید، بهتون توصیه میکنم حتما بیایید ببینید.